درود به شنونده‌های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجانقول. گفتاری 69. علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت‌های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پرافتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت‌آموز و پرافتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خردمندانه عینی از برار و ناکامی‌های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان. گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی. بزرگی استاد در این است که در اصل آفریده خلق، شاگرد خلق بوده، بعد معلم خلق گشته است. رحیم هاشم. نمونه ادبیات تاجیک اثری است که با نشر آن استاد عینی ادبیات تاجیک را به عالمیان معرفی نمود. این اثر در تأسیس یابی جمهوری تاجیکستان نقش نمایان داشت و امروز هم اهمیت تاریخی خود را حفظ کرده است. حاجی ملا جهانگیر مجنونی بخارایی، وفات 1313. از تذکیره صدر ضیا. ای پیرهن از آن تنی نازوک چه دیده ای؟ کو را ببر چو جان گرامی کشیده ای؟ ای خنده بهره از لبی لعلش گرفته ای، نیکو نمک ز خوان ملاحت چشیده ای؟ ای خال در کناره رخسار انورش، بحری نظاره طرف مقامی گزیده ای؟ ای خط به طوف کعبه حسنش مصممی، اندک توقفی که ز ره نو رسیده ای؟ ای غمزه جا به نرگسی مخمور او مساز، هوشیار باش پرده مست دریده ای؟ ای زلف بر عذار خوشش تکیه می زنی، جرمی تو نیست ماری به گنج آرمیده ای؟ ای مبتلای غم شده مجنون عشق باز، آشفته ای مگر رخ لیلی ندیده ای؟ ملا عبدالمجید مضطریب بخارایی، تولد 1260، وفات 1314. از تذکیره صدر ضیا.
سینری شد منو تو مرهمی جانی دیگری، کردرم از منو آرامی روانی دیگری. حاصلی من بودی در میسگی ای گندمگون، نانی تفتان شدی اکنون بدهانی دیگری. چون قلمچه بچه خونی جگرت پروردم، بگهی برگ و نوا سبز مدانی دیگری. حالتی غورگیت زحمتی قروق بردم، نوبتی شیره خوراکی مگسانی دیگری. هست چون لعلی خوشبار سراپایت نوقل، به این آراستگی زیب دکانی دیگری. در بخارا وقتی که عروس را به داماد نامزد می کنند، قماش‌های عروسی را با لعلی‌های پوری نوقل می فرستند. این را لعلی خوشبار می گویند. هست چون لعلی خوشبار سراپایت نوقل، به این آراستگی زیب دکانی دیگری. نقدی جان بر کفو جویای وصالت من و تو، دوخته چشم به جیب و هم عیانی دیگری. یادی آن موی میان کرده به اشعار دقیق، من همی پیچم و تو موی میانی دیگری. گرچه بسیار بود قایل اشعاری فصیح، مضطریب لیک تو با نطق و بیانی دیگری. بسی خوبان به عالم آفریدند، ولی مانند او کم آفریدند. خدنگی ناوکی مژگانی او را به خونریزی مسلم آفریدند. نویدی وصل آن بیدادگر را به زخمی هجر مرهم آفریدند. تو را ای نازنین با لعل خندان، مرا با چشم پرنم آفریدند. تو را از بحر عیش و کامرانی، مرا از بحر ماتم آفریدند. بحمدالله که قدی مضطریب را، چو طاق ابرویت خم آفریدند. باری امیر مظفر مضطریب را بر رکاب خود تا قرشی برده، لیکن به هیچ وجه جویای حال او نشده. چون بیچاره مضطریب در مسافرت از بی‌معاشی و بی‌مکانی در اضطراب افتاده،
این روبایی را به امیری مذکور نوشته داده. ربایی شاها منو بی پولی و قرشی تا کی، رفتن به مقام شاهی عرشی تا کی، از جانب ازبکان قلعه سیز تا چند، از جانب من جواب یخشی تا کی. چون امیر ربایی را مطالعه کرده مضطریب را به بخارا رانده است. در تضمینی از قراکولم و پرشورم و کانی نمکم، نمکت گیرد اگر لعلی لبت را نمکم گفته. این تضمین 5 بند بود، به 1 بند اکتفا افتاد. در زمانی که در این وادی خونخوارم من، خاطر آشفته آن طره طرارم من، زیور آرای رخی شاهد اشعارم من، در طلسم غم هجر تو گرفتارم من، نه ز روم و نه ز هند و نه ز بلغارم من، نه ز کولاب و بدخش و نه ز چترارم من، نه ز پیرمست و کمشکینت و نه از کژدمکم، از قراکولم و پرشورم و کانی نمکم، نمکت گیرد اگر لعلی لبت را نمکم. در شیر سرایی طبع مضطریب به غایت روان بود، لیکن بسیارتری اشعارش در هجویات و هزلیات واقع شده است. از معاصرانش کم کسی است که از زبان او ایمن مانده باشد. حاجی نعمت الله مخدوم محترمی بخارایی، وفات 1338 1920 سپتامبر، از تذکیره افضل. سرو است قامتی تو و سروی سمن بر است، سبز است عارضی تو و سبزی منور است،
صد آفرین به جان کسانی که زنده اند در حجر آن قدی که به جانها برابر است. حیرت ز زلف تو به قضای معلق است، حسرت ز حکم تو به بلای مقدر است. آهو به پیش چشم تو بدتر ز تازی است، خنجر به نزد چشم تو کمتر ز حنجر است. قبح تو به ز حسن بتان است، بهر آنک لطف بتان ز لذت قهر تو کمتر است. لعلت کشید تنگ شکر در تشکر است، زلفت شمید قطی عنبر معنبر است. یک بار وصف خوی و حیای تو گفتم، چون نوعروس دفتر طبعم معطر است. گر دامنی مبارکی خود را کشی رواست، از چشم من که دامن او دایما تر است. چین می کنی تو ابروی خود را بر رغم خلق، با آنکه حسن تیغ فزونتر ز جوهر است. گر محترم ز نعمت دنیا شده فقیر، الحمدلله از غم خوبان توانگر است. ز 20 سالگیم مشق کردم تا 30، کنون شده سبق عشق یار شراسی. در تذکیره افضل این بیت به نام محترم نوشته شده، اما در حاشیه کتاب کسی از آن مضطرب گفته قید کرده است. ز 20 سالگیم مشق کردم تا 30، کنون شده سبق عشق یار شراسی. گریخت کیف من از آمد تو ای مه من، چنان که از رمضان کوک ناری و ناسی. این بیت به هیچ وجه افاده مدح را نمی کند، حتی حجو می توان گفتن. از آمدن محبوب گریختن کیف عاشق پر بی معنی است. گریخت کیف من از آمد تو ای مه من، چنان که از رمضان کوک ناری و ناسی. با حسرت لب تو آب رفته از دهنم، چو طفلی کم بغل از رسته کسراسی. گدای کوی نگارم فقیری بلده عشق، چه نسبتم به وزیر است و چهره آقاسی. دعای گرم و خنک را رسانده ام به نصاب، نگشت مهر تو ای شوخ گرم جزاسی. دلم گشاده دهن را به شوق بوس لبت، چو استکان بلوری نبی جرنگاسی.
به وعده تو دل محترم چنان شده پور، به شادیان نزند گریه های الاسی. فلک کی سرمه در چشم استحقاقم اندازد، تواند خاک را در دیده مشتاقم اندازد. مگر کر شد فلک ز آوازه مردیگری هایم، به خوف تیر از تخویف خرسلاقم اندازد. اگر بر قدردانی دایه ایام تخت ایستد، به جای شیر مادر در دهن قیماقم اندازد. چو زر فاندم که اندر خوان گردون چشم بگشایم، مرا در پاس قسمت چمچه قسماقم اندازد. من آن بودم که بر قشاق ها خدمت نمی دادم، قریب است این که اندر خدمتی قشاقم اندازد. ندارم دست یاری گر روم از دست در جایی، به آبی خشک یک دو تیکه نانی قاقم اندازد. دهانم چون نشالله از حلاوت کف نمی سازد، که زیری شته چیلچوب در قلاقم اندازد. نیم من قاری قرآن فروشی طالبی چلپک، که در روغن مرا مانند بوغرساقم اندازد. در این مصرع مفعول انداختن دو تا شده است که یکی زاید است. توجه نمایید. نیم من قاری قرآن فروشی طالبی چلپک، که در روغن مرا مانند بوغرساقم اندازد. شراب آسا به دوران گرچه دلها را به شور آرم، محال است این که اندر دوره فساقم اندازد. توکل وصف اطوارم، تأمل نعت گفتارم، چیسان حرصی عمل در خشیه املاقم اندازد. املاق مفلسی و درویشی، خشیه ترسیدن. توجه نمایید. توکل وصف اطوارم، تأمل نعت گفتارم، چیسان حرصی عمل در خشیه املاقم اندازد. دبستانی ادب را محترم استادم و گردون، چو طفلی شوخ در اشکنجه فلاقم اندازد. شوخی که حسن هر دو جهان در پناه اوست، بر خوبیش دو کون و دو عادل گواهی اوست. حسرت ز خانه زادی تمنای کام ماست،
حشمت ز دودمان گلی خاری راهی اوست. در باغ عشق سروی روان نخل آهی ماست. سرسبزی بهار ز برق نگاهی اوست. معراج عشق را که سری دار گفتند، این پیشگاه پایگهی بارگاهی اوست. عجزی که راهی یافته بر اوج کبریا، آن گوشه شکسته طرف کلاهی اوست. هنگامی که نیر اعظم فکنده است، تأثیر یک شراره عشق الهی اوست. بر محترم چی یأس که بی جا نهاده پای، دستش به دامن کرمی عذرخواهی اوست. روی و موی و چشم و ابروی و دهانت دلکش است. روی و موی و چشم و ابروی و دهانت دلکش است. قد و بستت دلکش و خالی لبانت دلکش است. قد و بستت دلکش و خالی لبانت دلکش است. شکلی ابرویت کمان اما کمان جان فیزا. شکلی ابرویت کمان اما کمان جان فیزاست. کاری میجگانت سینان اما سینانت دلکش است. کاری میجگانت سینان اما سینانت دلکش است. هم گلستانی جمالی بی زوال دلکش است. هم بهارستانی حسنی بی خزان دلکش است. هم خیرامت دل ربای و هم ادای دل فریب. هم خیرامت دل ربای و هم ادای دل فریب. هم کلامت دل نشین و هم زبانت دلکش است. هم کلامت دل نشین و هم زبانت دلکش است. هم خیرامت دل ربای و هم ادایت دل فریب. هم کلامت دل نشین و هم زبانت دلکش است. بی غرض سر تا به پایت کانی حسنی دلبریست. بی غرض سر تا به پایت کانی حسنی دلبریست. هم شکر آمیزی تبری بیانت دلکش است. هم شکر آمیزی تبری بیانت دلکش است. روی و موی و چشم و ابروی و دهانت دلکش است. шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 69-ро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. коргардони гуфтор Шералӣ Навзалӣ.